مرکز مطبوعات ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما خبر داد که اعتراضها در شهر خورخ به پایان رسیدند و مسئله های مورد نظر در همکاری با نمایندگان جامعه شهروندی سنجش، ارزیابی و حل و فصل کرده می شوند. متن پوره اطلاعیه ستاد که خبرگزاری دولتی خاور ساعت قریب 2 شب نشر کرده است چنین است: گردهمایی غیر قانونی که بعد نصف روزی 25 نوامبر در شهر خورخ از طرف بعض گروه‌های منفعت‌دار آغاز شده بود، ساعت 20:00 28 نوامبر سال جاری قطع کرده شد. مسائل مورد نظر در دایره صلاحیت مقامات پروکراتوره در همکاری با نمایندگان جامعه شهروندی طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان سنجش، ارزیابی و حل و فصل کرده می شوند. ترتیبات جمعیتی در شهر خورخ پوره به اعتدال آورده شد. فعالیت نقلیات جمعیتی در خیابان مرکزی هم به نظام درآمد. نقطه‌های سودا و خدمت رسانی معیشی طبق رجه مقرر کرده شده کار خود را ادامه داده ایستادند. در این اطلاعات درباره نتیجه های مذاکرات مقامات با نمایندگان اعتراضگران خورخ چیزی گفته نشده است و اما قبلا منابع غیر رسمی برخی نتیجه های به دست آمده در جریان مذاکرات روز 28 نوامبر را افشا کردند. به گفته آنها مقامات از جمله چند طلب تظاهرگران را پذیرفتند و از جمله وعده دادند که اشتراکچیان اعتراضها را تعقیب نخواهند کرد، پاسگاه‌های اضافی را در خورخ از بین میبردارند و علاقه موبیلی و اینترنت را هم به زودی برقرار خواهند کرد. ساکنان میگویند 2 پاسگاه در نزد بیمارستان مرکزی و 1 پاسگاه دیگر در نزد بازار که بعد شروع اعتراضات تشکیل شده بودند الکی برداشته شدند، ولی 4 پاسگاه در اطراف خورخ که از سال 2018 باز عمل میکنند هنوز پا برجاست. اعتراضگران برداشتن آن پاسگاه‌ها را هم طلب دارند. در مسئله اساسی کشتار 2 ساکن دهه تقدیم نویه روشقله گلبدین زیوبیکوف و توتیشو امیرشایف که از مرگ آنها سبب موج اخیر اعتراضات در بدخشان و خارج از آن شد نیز توافق به دست آمده است که مقامات تفتیشاتی پرونده مرگ آنها را زیر نظارت نمایندگان گروه کاری 44 نفره که تظاهرگران برای مذاکرات با مقامات انتخاب کردند تحقیق خواهند کرد. طی 4 روز اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. همچنین در رویارویی‌ها با تظاهرگران به گفته مقامات 5 کارمند نهادهای حفظ حقوق، وکیل پارلمان عزیز گیازاده و رئیس ولایت گنرال علیشیر میرزانباد جراحت برداشتند. آنها روز 27 نوامبر وقتی زخمی شدند که رئیس ولایت به پیش تظاهرگران برآمده از آنها طلب کرد که میدان را ترک کنند، ولی تظاهرگران با صدای باز هم بلندتر استعفای گنرال تازه روز 5 نوامبر برابری ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده را طلب کردند و نفران نامعلوم به طرف او و همراهانش سنگ پرتافتند. به دنبال از تیره‌های بنای حکومت ولایت مقامات تیر گشودند. بر اثر آن 4 کس دیگر زخمی شد. برخی منابع میگویند که گویا علیشیر میرزانباد را بعد کمتر از 1 ماه کاری از مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برکنار و به جای او عبدالله نوجوانوف 1 گنرال دیگر زاده بدخشان را که در بین اهالی آبرو و نفوذ خیلی بیشتر دارد اجرا کننده وظیفه تعیین کردند. اما این خبر به مثل همه خبرهای دیگر مربوط به نتیجه های مذاکرات مقامات با اعتراضگران خورخ تا حال رسما تصدیق نشده است.